که مثلا یه روز پیشکی میگیرن برای که گفته ایس نباشه و نباشه یه روز پیش میگیرن. خب هیچ نه قطعی مردم اید میکنن یا مثال یه روز پیشکی نمیخورن، حق ندارن. اگر 10 روز پیش رمضان هم که روزه بگیرن قطعی مردم اید میکنن. بعد خوری نمو زیاد جداییم در یه واگن نمیبرم تراویح بخونیم. مثلا ده واگن شدگیم یک تا پایان یا تا بالو ده جماعت میشوه پشتی ده همی یک وقت ده جماعت میشوه اخی قرائت مونم یا همی تسبیح گومی ایمو. اکیا تکنین اگر هم تا یک کس بلندترک تکبیر بگه آواز پایان بالا برا نمیشه. میشه نمازتون درست میشه. او در اصل اگر سلام تکبیرگو بمونن آوازی تکبیرگو اگر صداش بروه هم یک جماعت کنن خوبه. نیک یک روز گبی خیلی نکیم اخیر رمضان اومد هم خیلی خونده زیمازی رفتم. بخیر انشاءالله. بعد همی چی نماز تهجد بعد ایوساری خوردن مثلا یک 10 minut 15 minut به صبح دمیدن نمیشه. اگه پیش همون اگر دمیدن صبح باشه هم پروگرامه مثال ساعتی 10 اگر صبح فجر نویسندگی باشه پیشترک بخونی میشه. بعد همی وقتی شام در وقتی شام همی پروگرام ها از اون میتین کمتر بیرو روشنتره همی بگذرونیش ایمو از اون یا یا 5 6 minut چکو نه. هیچ گپ نداره، مقصد جانب احتیاط کار فرمایید. نماز بخونی شام بخونی بعد شام بشکای رمضان میشه برای که اوجا جماعت سر میشه جماعت سر مینن مگرم جماعت بخونیم بعد بشکای میشه وقتی خیلش. ها میشه. ولی قاری جان رحمت کلام خداوند نگهبان باشه ان شاء الله دست میاد. سلامت باشه. خب برادرم بسیار چسبید شریفو. سلام علیکم اکا قری. علیکم السلام و رحمت الله. جان خوبه اکا جان. شکری الله. اکا در بابت همی دعا میکنی که دست روتا میمولی. خب هوای در براش میگفتن مقصد خیلی میگن که چیکنم من ممکن نیست میگن خیلی میگن باید کنی نوری رو زیاد میکنه همین درسته روتا مولی. آمین البته میکنی. را درست حدیث های روایت ترمیزی والله علم خطا نکنم در این بابت کتابو میوره همشون دلیل را که دست درو بعد از دعا مولیدن مثال کاری بود که عمل پیامبره. میکنم حتی ابن بعد القیم جوزی در کتابشان میوره که یکی از آداب های دعا بعد از دعا را بود کردن دست ها را در روی مولیدن. خدایش ما روزی باشه. بعد در برای این خیلی آدما مثال فرض هم میخونن نماز سنت هم میگن ای با همی خانوم و فرض نیسته مثال دارم چی گفتن یعنی هم یادم داد. نه اکی سنت تتبعی فرض میکنه. یعنی دمکالی بگیم فرضه، یعنی یک جزء این نمازهای همون 5 وقته گویا. یعنی فرض که خونده شد او سنت چه همون نماز پیشینه. مثال گفت رکعت سنت چی؟ سنت پیشین. یعنی با هم خاطر که فرض که خونده شد بعد از او باید سنت هم خونده شود. زیرا که حدیث مسلمه کو بی عایشه میگه که پیامبر میگه بعد از فرض خواندن نمی نشستن مگر که همون چنین مقداری اللهم انت السلام و منک السلام همون قمیششتن همون دعا را میکردن بعد به سوی حجره خونه شون می اومدن سنت شون میخوندن. چی یکی قری نمیش یک خدا میخونه آخی مثال فرضه سنت نمیخونه با مثال با میگه ای با میخونم باید جدا فهم با گفتن که
آدمی که مثال همیشه سنت نمیخونه، هم خیلی میگه که بی اهمیتی میکنه در سنت، پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلام چی میکردین؟ روز قیامت شفاعت نمیکردین؟ همین گپ درسته؟ اگه ترکی سنت کنه، مثال سنت آه. عموما نخونه، مثال ها سنت، انسان وقتی که سنت در مثال به پروایی که کرد، و حدیث داریم که پیامبر علیه السلام میگه کل امتی یدخلون الجنه، تمام امتی من میگه داخل بهشت میشه، میگه انا مگر کسایی که داخل بهشت شدن نخواهند. که صحابه گفتن ای هستیم تر انسانایی که با بهشت نخواهند؟ گفت بله. گفت کسایی که پیروی از من و از سنت های من میکنن و چی خواهش بهشت داخل شدن دارن و بهشت داخل میشن. یکی کسایی که از من پیروی کردن ترک کرد، اون مقصد چی؟ خودش گویا بهشت داخل شدن نمیخواهد. حضور آمد که خوری، خدای شما روزی باشه. آمین. خب سلامت الله باشید. نگهبان تو باشه که جان. حضور آمد. خب صابیروف. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. خوبین حضرت جان؟ شکر بهتر شدین اخی؟ شکر بدای برادراب شما. من یه سوال داشتم که همین ترابه طاقه بخونی بلند میخونی یا پست؟ والمنفرد مخیرون میگه کو کتابا. مقصد که آدمی طاقه خون اختیار داره که بلندتر بخونه یا پستر بخونه. اگه بعضی از کتب‌های شراح فقهی را نظر میکنی، میگه که نمازهای شب بلندتر خونده شب میشود. سونه تراوی نماز شب کو کمتر بلندتر هم چنین گوشای خودت میخونیش خوبه، درسته، میشود. بعد همین نمازهای مثال پیشینه یا عصر قضا کردی بعدی شام میخونی قضایی گفتن؟ اگه هم قد پیشتر وقت یافتی هم قد پیشتر بخونی او خوبه. یعنی که فرق نداره؟ وقتی معین نداره که تو بگی که بیس که ما حتما بعد شام بخونم. نه، هم قد پیشتر وقت یافتی باید پیشتر بخونی. فهمم. بعد همین یکم بار همین آموزش قرآن در کتاب قاعده بغدادی قطعی استفاده میبرن. البته رکو قاعده بغدادی رنگی الفبای عربی ایوخ همون را یک میخونن کو. خیلی فهمم. مال رحمت. خب سلامت باشی. سلام باشی. حذیفه. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت جان خوب هستین؟ سلامتین؟ هزار بار شکر. شما خوبین؟ خدا را شکر. حضرت جان می پیامبر موسی علیه السلام یگان زنشون طلاق دادن نه؟ اما همگی 15 همسره که گرفته بودن، 2 نفرش مقصد همون جای نکاح کردن به سبب سبب‌های همونجا طلاق شدن. یعنی که یادش تن زد چیزی به پیامبر، مثال وقتی که زمانی که فرزندی پیامبر گذشت گویی پیامبر میشید، مقصد فرزندش نمیمرد. چیزی هم طریقه گپ گفت که پیامبر حالی با او خانه‌داری نکرده، زندگی نکرده، پس از نکاح با همجا چیکار کردن شد؟ جوابشون دادن. 2 نفره مقصد جواب دادگیان. باینم مثال کسی که روزه نمیگیره نماز نمیخونه روز عید گفته میشه که روز عید مبارک یا نه؟ روزه عید. نفهمیدم کویا بوریگا بگو. یه شخصی که روزه نمیگیره نماز نمیخونه هست ندیم شناسای ما گفته میتونیم روز عید که عید مبارک داده. خیلی میگیشه که او مسلمان نام داره. عید به معنای عود. کلمه عید در لغت به معنای چیه؟ عوده. عود چی را میگن؟ که عود بازگشت. یعنی که با برادرایی که مثال قهری بدی، مثال ناجا بدی، باید بازگشت کنی که در او روز مثال خرسندی کنی ده. اکو کارایی که او روزه نگرفتن، نماز نخوندن، او حوالشون به خدای او عند الله حتما میرن، مسئولن و جوابگرن. سلامت باشه.
خدا نگهدارت. شما سلام.